و مهمترین نکته کاش روی ناحیه اسکار. خانم دکتر واقعا نامبروان ایران هستن و معجزه‌گر کاشت من خیلی تحقیق کردم و واسهش وقت گذاشتم. حدودا نزدیک 1 سال بود دنبال یه جای معتبر میگشتم و من یه مشکل بزرگ داشتم. اینجای سرم جای کلا همش بخیه بود، کل پیشونیم کلا بخیه بود. الان دیگه جایی از بخیه مشاهده شما نمی‌کنید و می‌بینید که تراکم کارو و واقعا انگار که من کاشتمون انجام دادم. ببینید برای لیوان‌های محترم همونطور که می‌بینید خط رویش نکته بسیار مهمی که میخوام بهتون نشون بدم کاش در محل اسکاره. ببینید چقدر زیبا. من دست بین موهاشون میکنم، ایشون تشریف بردن براتون کار انجام بدیم با تراکم فوق العاده. شما از هر ویویی که نگاه کنید و مهمترین نکته کاش روی ناحیه اسکار خیلی یعنی اسکار قدیمی نه اسکار نیو و براشون کار کردیم. تراکم بسیار عالیه، هیچ آسیبی ندیده همونطور که ملاحظه میکنید و مهمتر از همه چیز که برای شما همچین سواله به جا ماندن جای برداشت کار بسیار عالی، فوق تخصصی و حرفه‌ای انجام شده. این اسکار واقعا پوشاندن مو و ایجاد کانال با همچین اسکاری فقط تخصص و تبحر میخواد.